شرکت دانش بنیان زاگرستاو ماشین اولین و بهترین طراح و سازنده خط تولید فرنچ فرایز در ایران، نخستین پروژه تمام ایرانی خود را در شهرک صنعتی شماره 4 استان کردستان به بهره برداری رسانده است. تیم طراحی این شرکت با اتکا به دانش فنی و طراحی اروپایی و تجربه خود، ماشین‌آلات خط تولید سیب زمینی فرنچ فرایز را با کیفیت مشابه خطوط تولید اروپایی با قیمتی بسیار مناسب و مقرون به صرفه طراحی نموده است که این مهم علاوه بر جلوگیری از خروج ارز موجب شده که صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دیگر نگران نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش خطوط تولید خود نباشند. به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی بسیار عالی کشور عزیزمان ایران، کشت و تولید سیب زمینی به وفور و با قیمت بسیار مناسب انجام گرفته و همچنین به دلیل پایین بودن دستمزد نیروی انسانی و حاملهای انرژی در ایران نسبت به کشورهای خاورمیانه و نیز عدم زیرساخت مناسب جهت احداث کارخانه تولید فرنچ فرایز در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورها موجب گردیده که ایران کشور بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید و فراوری سیب زمینی در خاورمیانه گردد. نخستین پروژه احداث کارخانه تولید فرنچ فرایز در ایران توسط معاون وزیر، استاندار، فرمانده سپاه و رئیس جهاد کشاورزی و هیئت امراه در استان کردستان به بهره برداری رسید.